سلام عرض میکنم خدمت عزیزای دلم. با یه آموزش دیگه از HPS Learning در خدمت شماییم. تو آموزش قبلی بهتون یاد دادم که چجوری عکس رو تم سرد بهش اضافه کنیم و حالا میخوام توی این آموزش بهتون تم گرم رو آموزش بدم. خب پس بزن بریم. برای اضافه کردن تم گرم لازمه که شما از منوی ادجاستمنت لایه ها یک سالید کالر با کد رنگی FF6000 اضافه کنید. بعد از اضافه کردن این سالید کالر لازمه که مد لایه رو روی اوورلی قرار بدید و بعد از اون میبینید که این سالید کالرتون یه حالت توزغزنی داره، یعنی مثلا تو چشم میزنه. پس لازمه یه سری تغییرات بهش اضافه کنین که این حالت از بین بره. برای این کار ما میایم و اپاسیتی رو روی 60 قرار میدیم، فیل رو روی 50. همونطور که میبینین به خوبی تم یک عکس رو از حالت نرمال به گرم تغییر دادیم. حالا اگر یادتون باشه توی آموزش قبلی من اومدم گفتم که برای عکس بعدی دوباره بیایید روی ادجاستمنت، سالید کالر و بقیه راه. حالا اینجا میخوایم یه میانبر بهتون یاد بدیم و اون این هستش که شما همین عکسی که روش سالید کالر اضافه کردید سالید کالر رو بگیرید و بکشید بیارید روی عکس بعدی و رها کنید. اصطلاحاً درگ اند دراپ. خب این عکس هم به خوبی تم گرم رو به خودش گرفت. همونطور که میبینین سالید کالر اضافه شد، مد لایه روی اوورلی و اپاسیتی روی 60، فیل هم روی 50% هستش. عکس بعدی رو یه توضیح دربارش بدم. اول توی این عکس شما میبینید که خود عکس تم سردی داره و شاید تو لحظه اول فکر کنین که عکسی که تم سرد داره مگه میشه بهش تم گرم بدیم؟ به راحتی میشه این کارو کرد. میایم روی عکس دوم و سالید کالر رو میگیریم، درگ اند دراپ میکنیم روی این عکس. من زوم کردم تا شما جزئیات رو بهتر ببینید. این قبل هست و این هم بعد عکس. رنگ ها به خوبی سر جاشون موندن و فقط یک تم گرم به عکس اضافه کردیم. خب دوستان تمریناتون رو برای ما بفرستین، لایک و کامنت فراموش نشه. این آموزشمون هم به پایان رسید عزیزای دلم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خسته نباشید میگم خدمت تک تک شما عزیزان. حتما راههای ارتباطی با من رو فالو کنین تا اگر در حین تمرینتون به مشکل خوردین بتونین با من در میون بذارین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.